به نام خدا، زیایی هستم، کارشناس سیستم‌های مگنتومتر و سیستم‌های زمین‌شناسی با حدود 15 سال سابقه کار در همین زمینه. دوستان مختلف و شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن طبق درخواستشون از من خواستن که شاغول پاندول دوسینگ رو براشون معرفی بکنم که یکی از شاغول‌های معدود اورجینالی هست که از بین شاغول‌های مختلفی که در این زمینه استفاده میشه و در ایران هست بسیار پرکاربرد بوده و کارایی خاصی داشته. همونطور که میدونید شاغول‌های مختلفی در زمینه‌های مختلف کاربرد دارن که شاغول‌هایی که در زمینه فلزیابی و حفره‌یابی و آبیابی استفاده میشن بسیار محدود هستن و گروه و شاخه‌های بزرگی در ایران و کشورهای دیگه تشکیل شدن که با عنوانهای مختلف در حال فروش شاغول‌های با مارک‌های مختلف هستن. اما در مورد فلزیابی و در واقع آبیابی و حفره‌یابی شاغول‌های بسیار محدود و خاصی هستن که کاربرد دارن که تقریبا میشه گفت دو کارخانه مختلف هستن. یکی مارک کبرا هست با بسته‌بندی خاصی قبلا معرفی کردیم حدود 5 سال پیش و سری جدید این شاغول‌ها با نام پاندول دوسینگ هست که مال همون کارخونه اما جدید هست. خب میریم سراغ نمای باکس و بسته‌بندی این شاغول که همونطور که میبینید یک سریالی روی اینجا حک شده. مواد تشکیل دهنده رو به درصد روی در واقع شاغول اینجا نوشته شده، فرمول اختصاصی و انحصاری شیمیاییش رو. پلومایی است که روی سیستم در واقع نصب شده. لیبل اورجینال خود کمپانی پاندول دوسینگ هست که از طریق بارکدی که روی اینجا گذاشته شده میتونید از طریق موبایلتون و اسکن بارکد به مشخصات اینترنتی و اورجینال بودنش دست پیدا کنید. سریالی که انحصاری و اختصاصی این سیستم هست و در اینجا گذاشته شده. خب باکس رو باز میکنیم تا ببینیم که این محصول چه ویژگی‌های خاصی دارد. لیبلی که روی جعبه گذاشته شده بود، سریالی که روی لیبل کوچیک دستگاه در واقع نوشته شده با سریال که روی این قسمت کارتون هست و این سریال باید همخوانی داشته باشه. در غیر این صورت این سیستم و این شاغول رو نمیشه بهش اطمینان کرد. و همچنین این نوع بارکدی که اینجا خورده و همچنین برچسب یا بارکدی که روی اینجا وجود داره به همراه سریالش. پلم دوم دستگاه به این صورت هست که بازش میکنیم و شاغولی که در واقع داخل این باکس هست رو سعی میکنیم خارج بکنیم. نظر کارشناسی من در این ویدیو این هست که از روکش پارای بسیار خوبی استفاده شده درش. همچنین این سریالی که اینجا میبینید با اون سریال های دیگه همخوانی داره و میشه بهش اطمینان کرد. تراش بسیار دقیقش و آلیاژی که داره به ظاهر آلیاژ استاندارد و انحصاری و اختصاصی خود کمپانی است و میشه بهش اطمینان کرد. دریچه‌ای در بالای این شاغول طبق نوشته هایی که بر روی کارتون هست تعبیه شده و توصیه عکیس شده که باز نشه، به خاطر اینکه در این جیوه استفاده شده که همونطور که میدونیم جیوه سرب کادمیوم 3 عنصر خطرناکی هستن که برای محیط زیست و انسان مضرن. به همین دلیل پیشنهاد شده که به هیچ عنوان این باز نشود مگر در حالتی که شما میخواید از مخزن به عنوان خوراک استفاده بکنید. در این صورت دریچه بالا رو با پیچوندن باز میکنید، جیوه داخلش رو در یک پلاستیک دربسته‌ای با احتیاط خارج میکنید بدون اینکه دست بهش بخوره و
داخل مخزن رو خوراک قرار میدید. خوراک اون چیزیه که شما دنبالش میگردید. اگر دنبال آب میگردید آب میذارید، دنبال طلا میگردید طلا میذارید داخل مخزن، و به همین صورت برای هر نوع در واقع فلزی یا جسم غیر فلزی. پیشنهاد میکنم از کمپانی و کارخانه های مختلف و داخلی حتی خرید نداشته باشید. سعی بکنید از کمپانی دوسینگ استفاده بکنید که هم قیمت‌های بهتری رو ارائه میدن ظاهراً و هم کیفیت ثابت شده‌ای رو دارند. امیدوارم این ویدیو موفق بوده باشه و اطلاعات خیلی خوبی رو به شما داده بوده باشه. با آرزوی موفقیت برای شما، پایدار و سلامت باشید.